اما روزای ششک مردم میگیرن اکثری مردم خیال میکردن که اینا باید پای در پای بگیرید. همین پای در پایی نداره برادرای عزیز. پای در پای فقط روزای فرض رمضان، پای در پای روزای کفارت برای شخصایی که به عذر یگان روزی رمضان میخرن، انمو کفارت پای در پای ایدن با پای در پای. پای در پای کفارت قسم. شخصی که پول نداره، مثلا 10 مسکین طعام دادن نمیتونه، سر پا کردن نمیتونه، همون مقصد که فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام، 3 روز میگیره. همیشه صحابه بگن که 3 روز پای در پای میگیره. حتی در مصحف ابن مسعود متتابعش هم اومدگی پای در پای گرفتنش. دیگه یگان روزه را پای در پای نمیگیرن. همون روزه 6 شوال هم که بعد رمضان میآید بهتر است که جدا جدا بگیرن.